یه انقلاب علمی نفسگیر داره اتفاق میفته. بیوتکنولوژی با سرعت خیره کننده‌ای پیش میره و داره به ما ابزارهایی میده که بتونیم بالاخره کنترل زندگی رو به دست بگیریم. از یه طرف بیماری‌های مرگبار رو درمان میکنه و از طرف دیگه ویروس‌هایی میسازه که خطرشون از بمب‌های هسته‌ای هم بیشتره و میتونن بشریت رو نابود کنن. چه اتفاقی داره میفته؟ بیوتکنولوژی داره همه جا نفوذ میکنه. پنبه لباسات، سبزیجاتی که میخوری، سگت. ما انسان‌ها داریم موجودات زنده رو دستکاری میکنیم. از باکتریا برای تولید انسولین استفاده میکنیم. پروتزا رو مستقیم به مغزمون وصل میکنیم. در حالی که ما روی محصولاتی کار میکنیم که به تغییرات آب و هوایی مقاوم باشن. تسلطمون روی زیست شناسی اونقدر سریع شده که فقط چند هفته بعد از اولین مورد کرونا ویروس ناشناخته تو آزمایشگاه‌ها شناسایی و بررسی شد. دانشمندان نسخه‌ای از ماده ژنتیکیش رو ساختن تا واکسنی تولید کنن که چند ماه بعد از شروع پاندمی آماده تست بود. کاری که 10 سال پیش اصلا قابل تصور نبود. پروژه ژنوم انسان که سال 1990 شروع شد، اولین تلاش بزرگ برای خوندن کامل دی ان ای انسان بود. بعد از 13 سال و صرف 3 میلیارد دلار تموم شد. تا اون موقع هزینه رمزگشایی یک ژنوم انسان حدود 100 میلیون دلار بود. اما امروز این هزینه 100,000 برابر کمتر شده و فقط حدود $1000 در میاد. چطوری ممکنه؟ بیوتکنولوژی از یه چیزی که فقط توی بهترین و مجهزترین آزمایشگاه‌های دنیا و دست متخصص‌ترینا بود، شده چیزی که صدها هزار نفر میتونن به راحتی روش کار کنن. چیزی که این روند رو حتی سریع‌تر کرده، اینه که اطلاعات توی این حوزه به صورت آزاد و مشترک رد و بدل میشه. تصور کن مغازه تعمیر کامپیوتر محلت بتونه یه آیفون 11 اصل بسازه فقط با قطعاتی که دم دستش هست. و اینکه نوجوانها تکلیفشون ساخت یه آیفون 5 جدید باشه، نه یه نسخه دستساز بی‌کیفیت. سرعت به ما اجازه میده که انتظار داشته باشیم چیزهای شگفت‌انگیز بیشتری برای بشریت اتفاق بیفته. درمانهای نجات بخش، محصولات کشاورزی معجزه‌آسا و راه حل‌هایی برای مشکلاتی که الان حتی نمیتونیم تصورشون کنیم. اما متاسفانه پیشرفت دو روی سکه است. چیزی که میتونه برای خوبی استفاده بشه، ممکنه به اشتباه یا عمدن برای کارهای بد هم به کار بره. دنیا همین حالا دیده که ویروس کرونا چقدر سریع پخش شد. هنوز دقیق نمیدونیم که این ویروس از طبیعت اومده یا تصادفی از آزمایشگاهی که روی کرونا ویروس ها کار میکرده بیرون زده. این موضوع هنوز جای بحث علمی داره. وقتی یک زیستشناس ویروس جدیدی پیدا میکنه، معمولاً اطلاعات ژنتیکیش رو عمومی میکنه. مجلات علمی هم مشتاقن که درباره ویروس‌های بالقوه خطرناک گزارش بدن. بعضی آزمایشگاه‌ها حتی بیشتر جلو میرن و ویروس‌ها رو خطرناکتر میکنن. اونها ویروس‌های مختلف رو ترکیب و جهش میدن تا بفهمن کدوم تغییرات باعث میشه ویروس راحت‌تر بین انسان‌ها منتقل بشه یا کشنده‌تر از نسخه اصلیش بشه. ما داریم شرایطی درست می‌کنیم که هر کسی بتونه خیلی راحت تو حیاط خونش یه ویروس خطرناک بسازه. این موضوع ترسناکه. دنیا ممکنه غرق یه بحران بیپایان بشه با همه‌گیری‌های جدید که هر سال یا حتی همزمان سر در میارن، کلی از جمعیت جهان رو میکشن، به تمدن آسیبای غیرقابل تصوری میزنن و ممکنه دستاوردهای چند قرن رو هم نابود کنن. به فناوری هسته‌ای فکر کن. از همون اول معلوم بود که دانش تو این حوزه و دسترسی به فناوری باید با نهایت دقت کنترل بشه. برای همین کلی تلاش شده که هیچ ماده رادیواکتیوی ناپدید نشه و کشورها هم نتونن پشت برنامه‌های انرژی توسعه تسلیحات رو پنهون کنن. نتیجه کاملاً بی‌نقص نبوده، ولی با توجه به اینکه الان 411 نیروگاه هسته‌ای فعال داریم، واقعاً موفق بودیم. متخصصا 3 نکته اصلی مطرح کردن. اول اینکه باید شیوع بعدی یه بیماری کشنده رو با کنترل درست ویروس‌های خطرناک به تعویق بندازیم.
داده‌های ژنتیکیشون باید مثل یه اطلاعات خطرناک حساب بشه. یعنی اطلاعاتی که اگه بی‌ملاحظه منتشر بشه میتونه به جامعه آسیب برسونه. به عبارت دیگه هر کسی نباید بتونه به راحتی و به صورت آنلاین DNA خطرناک سفارش بده. اگه هم این کارو کردی باید رد پات ثبت بشه تا دست افراد نادرست به چیزای خیلی خطرناک نرسه. قدم بعدی اینه که بتونیم خطر رو تشخیص بدیم. یعنی بفهمیم کدوم ویروس‌ها بین ما هستن و دارن به سرعت بین آدم‌ها پخش میشن. این کار میتونه به همین سادگی باشه که آزمایشگاه‌ها توی شهرها دستگاه‌هایی داشته باشن که ویروس‌ها رو شناسایی کنن. مرحله آخرم نابود کردنه. ما عملاً باید یه ماشینی بسازیم که آماده باشه هر تهدید همه‌گیری رو قبل از اینکه فرصت شیوع پیدا کنه از بین ببره. این کار رو با ابزارهای جدیدی که الان دارن ساخته میشن میتونیم انجام بدیم. مثل نانوفیلترهایی که خطرات رو از هوایی که نفس میکشیم میکشن بیرون، یا لامپ‌های یووی خاصی که هر ویروسی رو از بین میبرن. بیوتکنولوژی مثل هر فناوری هیجان انگیز و قدرتمند دیگه‌ای ذاتاً خوب یا بد نیست. این فناوری پتانسیل داره که به شکل‌های شگفت‌انگیزی هم خوب باشه و هم بد. ما این فرصت رو داریم که آینده‌ای بسازیم که توش واقعاً کنترل زیست‌شناسی رو داشته باشیم. پس بیایید از این فرصت استفاده کنیم تا آینده‌ای بسازیم که توش برای همیشه بر بیماری‌ها و پاندمی‌ها غلبه کنیم. هر رویایی تا وقتی تنها باشه فقط یه فکره، ولی تو باعث شدی این رویا جون بگیره. از ته دل ممنونم که کنار مایی.